درود دوستان. چه ارتباطهایی بین ذهن و قلب ما انسان ها وجود داره؟ این ارتباط ها سه گونن. یه گونه ارتباط های فیزیکی هستند که همون پزشکی بهش میگن. نوع دوم ارتباطات فلسفی و به اصطلاح علمی فلسفی هن و طریقه سوم ارتباطات کوانتومی هستند که ارتباطات از نوع کوانتومی از همه ناشناخته تره که سعی میکنم هر سه پدیده رو توی یک برنامه لایو توضیح بدم و از سه روش مختلف برای توضیح اونا سود ببرم. و همونجور که ما میدونیم باز ذهن و مغز ما انسان ها معمولا رو به آسمان است و به آسمان گرایش داره، یعنی همون یونیورس و کهکشان ها. و قلب ما یه پدیده زمینی هست که به زمین متصل هست و به تمام پدیده هایی که در روی زمین وجود داره ارتباط داره که سعی میکنم اینا رو به صورتی که کاملا قابل درک باشه برای شما عزیزان توضیح بدم. فعلا